گوش که پسرم ما یک ماه باز مشاهده میکنم عموما درس تیار نمیکنی کسب و کارت فقط تلفن بازی جورا بازی گپ خبر زیادتی ما با مقصد آن طرف به مکتب عالی داخل کردیم که در آینده یگان کسب و کار گیری ما باشیم سین و سال ما الکی گذشته رفت در آینده تو باید آدم شوی صاحب کسب شوی صاحب خانه و در شوی کاری تو فقط تلفن بازی جورا بازی بهوده‌گردی است تو یگان وقت من مشاهده کردم من 3 ماه هست که درس تیار نمیکنی عموما من باوری ندارم به درس تیار کنی ای پدر جون اما میخونم بره پرسینا دانشگاه دا من میخونم درس من هر روز درس میرم برای چی میرم سمکه اینا گاز تو من رفته همشه انیق میکنم بله شوخی از خورت همشه میپرسم که تو چقدر در درس ها اشتراک میکنی برای که دانشجویی که در درس اشتراک میکنه در خانه میخواند درس تیار میکنه تو فقط کاری تو تلفن بازی بله شوخی گپ زنی بیهوده یگان کار دیگر نمیکنی مالش برای پرسید میپرسم پدر جون دانشگاه رفتن دا میریم همین از سهر یگان چیز ساز نخوردم اینجا اشخونه ناز یاد داریم یگان چی خریم پدر جون در خانه چرا نخوردی همین درس دیر میشه گفتم پدر جون نه سمکه شما اگر سوم آدم دیر شی گفتم همین مایلش رفتیم میریم پدر رفتیم باش خانه باشه رفتیم مالش رفتیم خب چی بناس؟ چی داره پسرم؟ باش داریم شوربا داریم منطوق اتاق رو چی میخوری پسرم؟ من تمام هم خشی داره من تخم میخورم تخم کدیسه ایسکم تخم سسکن آه پدر تخم چای سر کبود چای کبوت کمپوت کمپوت هم کامپوست استکان کمپوت هم داره چای کبوت هم داره من هم تیز بیار من رحمت پسرم من در جای کار خوردگی پس از کار ما خورا خوردگی تشکر بوده شما؟ شما خوردن گیریم خوردن گیریم ما خوردگی پدر جون رحمت سیر شدم به درس میروم مرحمت آش شود بچم بدست رفت بازو پیش قسمت خوش رو میتون باید میرم پدر جون عقل ما فهمیدم پدر شما چی نمیخورید؟ من رحمت پسرم من در جای کار خوردگی پس از کار ما خورا خوردگی تشکر بوده شما؟ شما خوردن گیریم عقل ما فهمیدم که شما خود گرسنه میگشتید و شکم ما رو سیر میکردید تا این درجه مهربان بودنتان رو نفهمیدم ای پسرم من گرسنه نیستم به خاطر آن که اسراف نشود خورا برای همین من این را خوردم پدر جان تا امروز اگر من نحرمتی صادق کرده باشم من رو ببخشید
خواب شده است پسرم. خواب شده است پسرم.